الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارک الله فیکم برادر عزیز. در مسئله آیا بعد از نماز عشاء 2 رکعت نماز خوانده می شود یا که 4 رکعت خواندن هم جایز است، آیا از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است و چه فضیلت دارد؟ سخنی هر دوی این برادرها را گوش کردم حفظهم الله. که برادر اوله ابو احمد ظاهرا سخنشان همین معنی دارد که حدیثایی که در این باب در 4 رکعت خواندن بعد از عشاء آمده است ضعیف است، لیکن بالاخره میگند یکیش دیگرش را قوی میکند و سندش با وجود ضعیفی یسیر داشتن یا که ضعیفی بعضش قوی داشتن این نماز ثابت شود هم نمازی مطلق نفل است. و این در مسائل اجرش، آیا این نماز اجر شب لیلة القدر را دارد؟ کسی که بعد از نماز عشاء 4 رکعت نماز سنت نفل میخواند آیا این اجر شب لیلة القدر را دارد یا نه؟ البته میگن حدیث روایت ها ضعیف است. اما برادر دوم ابو معاویه بارک الله فیکم میگن که در این باب البته حدیث صحیح ثابت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز عشاء 4 رکعت خواندند. روایت امام بخاری است. نوابسته به حکمش برادر درباره حکم این نماز که سنت راتب است یا نیست صحبت نمیکنند، بلکه از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. و بعد از این بارک الله فیکم در مسئله اجرش هم اثر عایشه رضی الله عنها را میبرند که اجرش هم از عایشه رضی الله عنها ثابت است و قاعده معروف را میبرند که در مسائل غیبیات وقتی که از صحابه اثری صحیح میآورد این دلالت میکند که صحابه از پیش خودشون در غیبیات گپ نمیزدن، این مرفوع میشود، حکم مرفوع را میگیرد اگر سند صحیح باشد. سخن هر دوشون هم اگر خوب دقت بدید یعنی نتیجه قریب که یک میشود، لیکن بالاخره یک مشکلی همین جاست که برادر اوله ابو احمد حدیث ها رو ضعیف گفتن، شاید به این قصد گفتن که حدیث های فضیلتش ضعیف است. البته در باب فضیلت این نماز 4 رکعت خواندن بعد از نماز عشاء 5 حدیث و 10 اثر از صحابگان آمده، این علما ضعیف میگن، شاید در همین سخن کرده باشن، لیکن سخنشون همین خیلی میتوبد که گویا که خودی اثبات نماز ضعیف است. نه، البته اولا به این مسئله میپردازیم که این نماز از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که امام بخاری با رقم 117 هم روایت میکنند. یعنی وقتی که امام بخاری روایت کردن ما این ضعیف نمیگیم، صحیح است. خیلی که از سخنی برادر فهمیده میشد میگه در اثبات نماز همه حدیث ها یعنی ضعف دارد. نه، این حدیث صحیح است بالتاکید. ابن عباس میگن که بیتو فی بیت خالتی میمونه بنت الحارث زوج النبی صلی الله علیه وسلم، من یک شب خواب کردم در خانه میمونه بنت حارث، خاله معروف است، زوج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، و کان النبی صلی الله علیه وسلم عندها فی لیلتها، و در همین شب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در نزد انمی میمونه خاله ابن عباس بودند. یعنی در تقسیمات زنها همین شب نوبت میمونه از 8 زنی پیامبر صلی الله علیه وسلم همین شب نوبت میمونه بود. پیامبر هم در نزد میمونه خواب کردند. فصلى النبی صلی الله علیه وسلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز چی رو؟ عشاء رو خواندند. فصلى النبی صلی الله علیه و سلم صلاه العشاء ثم جاء الى منزله، و بعد از این به منزلشون به منزل خوبشون یعنی نماز عشاء رو در مسجد خواندند و بعد از این به منزلی چی به خونه اومدند، گشتند و به خونه اومدند. بعد از نماز عشاء رو در جماعت با صحابه خواندند، به خونهشون گشتند و اومدند. فصلى 4 رکعات، بعد از این 4 رکعت خواندند. البته 4 رکعت در یک بار خوندن یا 2 بار معروف است که پیامبر میگفتند که نماز شب چی است؟ صلات اللیل مثلا 2 رکعت نماز شب رو خوندند. یعنی بعد از نماز عشاء به جای 2 رکعت سنت خوندن 4 رکعت خوندند. 2 رکعت 4 رکعت خوندند. ثم نام، بعد از این خواب رفتند. ثم قام، و بعد از این بخستند، یعنی به نماز تهجد خستند. ثم قال نام العلیم،
یا که کلمه به مانند همین ثم قام فقمت عن يساره، بعد از این من از پهلوشون منم خستم از طرف چپ، فجعل عن يمينه، مرا گرفتم به طرف راست موندن، فصلى 5 رکعات ثم صلى ركعتين ثم نام، 5 رکعت خوندن و بعد از این 2 رکعت دیگر خوندن، خوب کردند. حتى سمعت غطيته او غطيته ثم خرج الى الصلاه، رواه البخاري. بالعموم این حدیثی صحیح ثابته که شک نیست، ثابت میکند، آشکار و واضح، قطعی الدلاله، قطعی الثبوت که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز عشا که فرض رو خوندند راست خستند و به خانه در آمدند و 4 رکعت نماز خوندند. پس 4 رکعت خوندن بعد از نماز عشا ثابت است و هیچ کسی اینه انکار کرده نمیتواند. بارک الله فیکم. ما احتیاج به آوردن حدیث های ضعیف در این باب نیستیم. حدیث امام بخاری ثابت کرد که پیامبر چند رکعت خوندن؟ 4 رکعت خوندن و اثرها از دیگر یعنی صحابگان است که اگرچه بعضش ضعیف است و بعضش و غیره و غیره، لیکن ما قاعده داریم که اگر یعنی از صحابه های گوناگون بسیار روایت شد که پیامبر صلی الله علیه و 4 رکعت خوندن، ما میگیم که پیامبر این کار رو یک بار نه یک چند بار تکرار کرده بودند. پس از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، از فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شد که بعد از نماز عشا 4 رکعت خوندن جایز است و این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اما حکم این نماز این مسئله دیگر است. خوندن ثابت است، اما حکم این نماز آیا سنت راتبه است، سنت مؤکده و راتبه مثل دیگر سنت های پیش از نماز فرض بعد از نماز فرض است، یا که فقط فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم بود؟ اگر کنید سنت پیامبر هست اما حکمش سنت مؤکده راتبه نیست، بلکه یک نفل، ثواب اجر نفل رو میگیرد از سنت فعلی پیامبر صلی الله علیه و سلم. در این مسئله حتی 4 مذهب به 2 مذهب اختلاف است. مذهب ابو حنیفه رحمهم الله میگویند که خوندنی 4 رکعت سنت یا که 4 رکعت نماز بعد از نماز عشا این سنت راتبه حساب میشه. مذهب ابو حنیفه چه که نظر کنید به فتح القدیر، به فتح القدیر در این مسئله ذکر کردند. بارک الله فیکم. و اما باقی مانده علما، جمهور علما بگویم، جمهور علما گفتند که 2 رکعتش البته سنت راتبه است، اما 2 رکعت دیگرش این البته که حکم نفل رو میگیرد، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم که حکمش نفل است. یعنی امروز ما چیکار میکنیم؟ مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده 4 رکعت میخونیم، 2 رکعتش سنت مؤکده نماز رو به پای میرسند و 2 رکعت دیگرش این نفل است و این ثابت است. خواه این سنت مؤکده بگوید یا که راتبه بگوید از نظر مذهب های ابو حنیفه یا که از نظر مذهب جمهور، بارک الله فیکم، این نماز بالاخره از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است و خوندنش مشروع است، اگرچه حکمش 2 رکعتی باقی مانده نفل باشد، خیلی که ابن قدامه در مغنی ذکر میکنه. اما بعضی از علما حتی مذهب ابو حنیفه رو یعنی نصرت دادند، قوت دادند. بارک الله فیکم. اما بالاخره قول راجح همین است که خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از نماز عصر مثلا 4 رکعت نماز است میگفتند و خودشون هم در بعضی حالتها خونده اند و این چنین بعضی از نمازهای دیگر این همچون سنتی فعلی پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است، اما حکمش این نفل است. بارک الله فیکم. مندوب است، یعنی مندوب است، ثواب است، اجر دارد، اما سنت مؤکده نمیگوییم. والله اعلم. سنت مؤکده مندوب است. پس از همین برمی آید که حدیث ثابت است و سخنی برادر دوم درست است، زیرا که برادر دوم یعنی نگفتن که این سنت مؤکده است. اما در مسئله اجرش، اجر و ثواب، چی اجر و چی ثواب دارد؟ اولا وقتی که یک فعل از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شد حتما اجر و ثواب دارد، اما تاکیداً معین کردن همین اجر و ثواب اینقدر چیزی ضروری نیست. پیامبر کردن ما میکنیم این باب اتباع، انمی خودش اجر است، اجری بزرگ دارد البته که سجده کردن به الله و غیره. اما اجرهایی که خاص به همین 4 رکعت خوندن بر بعد از عشا
4 رکعت نماز خواندن از سنت اومده است 5 حدیث اومده است که همه اش ضعیف است، همه اش ضعیف است، که در این اجر و ثوابش میگن که گویا که کسی که 4 رکعت نماز خواند شب لیلة القدر اجر شب لیلة القدر رو میگیرد. اجر البته که این حدیث هایی که از پیامبر گویا که روایت میکنن ضعیف است در مسئله اجرش، نه در مسئله ثابت بودن نماز. اینا خوب دقت بدید، سخنی برادر اوله اجر و ثابت بودن به هم دیگه آمیخته کردن. نماز ثابت است، اجرش البته که حدیث ضعیف است، اما اثرها از بگویم صحابگان 10 اثر روایت شده است، 10 اثر روایت شده است. از عایشه رضی الله عنها، از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهم و از عبدالله بن مسعود و از دیگر از صحابگان روایت شده است. از البته کعب الاحبار که کعب الاحبار روایت در این باب قبول نکردن علما، عبدالرحمن بن الاسود، امرا بن خالد الخزاعی و قاسم بن ابی ایوب، کان سعید بن جبیر یصلی بعد العشاء الاخر 4 بود، از مجاهد و غیره. از اثرها ببینید از صحابگان و از تابعین روایت است. خلاصه قول این است که 4 رکعت خوندن بعد از نماز عشاء از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است، اما حدیث هایی که در مسئله فضلش آمده است ضعیف است. اما اثرهایی که در باره فضلش آمده است یکیش رو قوی میکند. بالاخره چی است؟ بعضی از علما به مانند البانی میگن که بله اجر همون اثرهایی که از صحابگان آمد یعنی میگن درست است. اما برادر دوم گفتن که روایتی عایشه رضی الله عنها در مسئله اجر و ثوابی که مثلا شب لیلة القدر دارد میگن، مثلا 4 بعد العشاء یعدلن مثلهن من لیلة القدر میگن. ابن ابی شیبه در مصنف روایت کرده مجله دوم صفحه 127. حدثنا محمد بن فضيل عن علاء بن المسيب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة بي، وهذا الإسناد رواته ثقات، إسنادش رواتش ثقات است. بله از این جهت بعضی از علما اینا گفتن که انا من مرفوع است. ولكننا لم نقف على من ذكر عبد الرحمن بن الأسود في شيوخ العلاء بن المسيب. انا اینجا یک مشکلی دارد که عبد الرحمن بن الأسود ولكن لم نقف على من ذكر، کسی که ذکر کرد به عبد الرحمن بن الأسود در شیوخ علاء بن المسیب، اینم یک کمی مشکلی دارد البته، یعنی اینم یک سبب ضعفش است. بالاخره شیخ یعنی علمای دیگری از این اثرهای زیادی که از صحابه اومده است و در بین صحابه این چیز مشهور شده بود میگن که بارک الله فیکم یعنی یک فضل بزرگی دارد، یک فضل بزرگی دارد. و بالاخره نتیجه سخن همین است که کسی که 4 رکعت بعد از عشاء میخواند این اقتدا به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده شده است. و البته که در باب فضیلتش اگر سخنی بعضی از علما رو بگیریم گویا که یک فضیلتی بزرگی مثل لیلة القدر دارد. اما برای ما مهم نیست که فضیلت این چقدر است، ثابت شده است نشده است. خودی نماز از پیامبر ثابت شده باشد انسان موحد پیروی میکند، ثابت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم، خیلی حدیثی صحیح بخاری است. بارک الله فیکم. و با همین این اختلاف والله علم برداشته میشد. حیاکم الله. سخنی برادری که اول بود این کار کردن این فضیلتش ضعیف گفتند، نه خودی نماز، لیکن فضیلت نفهمیده به خودی نماز آمیخته کردند. والله علم. سخنی برادر دوم البته که ثابت است، سنت راتبه نیست، لیکن این نماز ثابت است. ثابت بودن نماز برای ما کفایه است. بارک الله فیکم.